فهم ماهیت ذهن انسان بسیار دشواره. نمیتونیم به راحتی از خودمون بپرسیم که قصد داریم با زندگی شغلیمون چه کار کنیم. به همون راحتی که از خودمون میپرسیم دوست داریم چه بخوریم. شاید در اعماق وجودمون چیزهای بسیاری باشه که از اونها اطلاع داریم، ولی تا حالا جمع‌آوری و تفسیر تجربیاتمون رو به ما نیاموختن. باید از کودکی تا حال رو بررسی کنیم و همیشه دفترچه یادداشتی همراه خودمون داشته باشیم تا بتونیم احساسات خودمون رو در اون بنویسیم و ارتباطاتی میان تجربیات ثبت شده پیدا کنیم. باید لحظاتی که احساس هیجان شدید داشتیم و چیزهای دوست داشتنی که با اونها برخورد کردیم رو ثبت بکنیم و واکاوی کنیم. افکار به ظاهر جزئیمون هم میتونن بسیار ارزشمند باشن و با یادداشت اونها از هزینه‌ای که مغز فراموشکار ما همیشه میپردازه جلوگیری کنیم. یکی از مواردی که میتونه خیلی خوب ما رو به سمت علایق واقعیمون سوق بده دوران کودکی ما هست. باید به اون دوران برگردیم و ببینیم چه فعالیت‌هایی در اون زمان ما رو سر ذوق می آورده. کارها رو به تنهایی انجام میدادیم یا دوست داشتیم به صورت گروهی انجام بدیم. این قبیل سوالها ما رو به درونی ترین و واقعی ترین تمایلات ما سوق میده و کمک میکنه جنبه‌های اصلی شخصیت خودمون رو بشناسیم. برای این منظور چند تا تمرین رو انجام میدیم. در ابتدا 3 فعالیتی که در کودکی از انجام دادنشون لذت میبردین به یاد بیارین. محیطی که در کودکی در اون بازی میکردین رو توصیف کنین. هر یک از 3 فعالیت رو در چند خط توصیف کنید. فرض کنید برای یه نفر توضیح میدید که چرا انجام دادن اون کارها رو دوست داشتین. چشمای خودتون رو ببندید و این جمله رو کامل کنید. مخصوصاً از این لذت می‌بردم که 3 نقطه. پاسخهای خود رو کلی تر کنید تا به خلق و خوی خودتون دست پیدا کنید. دوباره این جمله رو کامل کنید. من کسی هستم که 3 نقطه را دوست دارد. مثلا من کسی هستم که نظم را دوست دارد، یا فعالیت گروهی را دوست دارد، یا رئیس بودن را دوست دارد. این تمرین به شما کمک میکنه احساسات اصلی خودتون رو بدون واسطه بشناسید. این تمرین مختص دوران کودکی هست. حالا به دوران بلوغ میرسیم که موقعیت اجتماعی برامون مهمتر از لذت بردن میشه. سپس به تدریج تحت تاثیر نظام اقتصادی قرار میگیریم و در بزرگسالی آنچه میتونه برای ما لذت بخش باشه معمولاً در درجه آخر اهمیت قرار میگیره. یکی از نکات بسیار مهم این هست که هیچ وقت به خود شغل فکر نکنید، بلکه به ویژگی‌های اون فکر کنید. یعنی نباید شتاب زده تنها به عنوان شغلی یک شغل فکر کنید، بلکه باید به لذت‌ها و دشواری‌هایی که این شغل میتونه براتون به دنبال داشته باشه فکر کنید و اونها رو ارزیابی کنید. مثلا لذاتی مثل نظم، رهبری، آرامش، معنا، روح جمعی و غیره. یکی دیگه از ابزارها برای کشف شغل مورد علاقه احساس حسادت هست. همین احساسی که باعث خجالت یا نوعی حس بد در وجود ما میشه، در واقع نوعی واکنش طبیعی از طرف ما نسبت به علاقه‌ای که درون ما وجود داره. این حس نشون میده که دوست دارید شبیه چه کسی باشید و در چه جایگاهی قرار بگیرید و مشغول چه کاری باشید. حالا یکی از کسایی که مورد حسادت شماست رو در نظر بگیرید و فهرستی از ویژگی‌های تحسین برانگیز اون رو تهیه کنید. مثلا فلانی چون سنجیده عمل میکنه یا چون ثروتمنده و غیره مورد حسادت من قرار میگیره. از فهرستی که تهیه کردین 3 عامل رو که بیش از بقیه باعث برانگیخته شدن حسادت شما میشه مشخص کنید. حالا از خودتون بپرسید چجوری میتونید این 3 ویژگی رو وارد زندگی خودتون کنید. به دنبال راهکارهای عملی باشید. یکی از اشتباهاتی که خیلی از افراد هنگام انتخاب شغل مرتکب میشن جدی گرفتن اولین محرک هاست. به عنوان مثال با دیدن مستندی که در مورد بچه‌های بی سرپرست هست آنچنان برانگیخته میشید که تصمیم میگیرید مستندساز بشید. مستندسازی که موضوع بچه‌های بی سرپرست رو آسیب شناسی میکنه، در حالی که شما گول محرک اولیه رو خوردین و متوجه نشدین که شما جذب موضوع فیلم شدین. پس میتونید از راه‌های دیگه‌ای هم به دغدغه خودتون در مورد کودکان بی سرپرست رسیدگی کنید. تمرین بعدی،
به شغل‌های مورد علاقه خودتون فکر کنید و از خودتون بپرسید چه چیزی باعث شده به این شغل علاقه‌مند بشم. سپس همون شغل رو بدون در نظر گرفتن محرک اولیه ببینید. آیا هنوز به اون علاقه دارید؟ نکته مهم دیگه‌ای که موقع انتخاب شغل ممکنه ما رو فریب بده، جنبه هیجان انگیز مشاغل مختلف هست. مثلا اگر به بازیگر شدن فکر میکنید، ممکنه فقط جنبه هیجان انگیز اون مثل ستاره شدن، محبوبیت در میان مردم و حاضر شدن در مراسم مختلف و غیره رو در نظر بگیرید، در حالی که شغل بازیگری فقط محدود به این اتفاقات هیجان انگیز نیست. تمرین بعدی، جنبه‌های هیجان انگیز شغلی که مد نظرتون هست رو در نظر بگیرید. حالا ببینید جنبه‌های هیجان انگیزی رو که نوشتین رو در چه شغلای دیگه میتونید پیدا کنید. هیجانات رو دسته‌بندی کنید و دغدغه واقعی خودتون رو بشناسید.